بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و آله و صحبه. سوره نساء آیه 32. بسم الله الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. خداوند متعال در سوره نساء آیه 32 می‌فرماید: و زنهار آنچه را خداوند به سبب آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده آرزو مکنید. برای مردان از آنچه به اختیار کسب کرده اند بهره است و برای زنان نیز از آنچه به اختیار کسب کرده اند بهره است. و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیز داناست. شاگردان مکتب رسول خدا صلی الله علیه و آله هم مردان و هم زنان طور تربیت ایمانی شده بودند که همگی به دنبال اجر و پاداش الهی بودند و به تناسب تکلیف‌هایی که داشتند در دل آرزوی اجر و پاداش متفاوت می‌پروراندند. امام سیوطی در تفسیر درالمنصور نقل می‌کند: مردان گفتند ما می‌خواهیم اجر و پاداش ما 2 برابر اجر و پاداش زنان باشد، همان گونه که در سهم الارث 2 برابر سهم آنان را داریم. زنان گفتند ما می‌خواهیم اجر و پاداش ما مثل اجر و پاداش مردان شهید راه اسلام باشد، زیرا ما اجازه نداریم در جنگ شرکت کنیم و اگر برای ما هم جهاد در راه خدا فرض می‌شد حتما شرکت می‌کردیم. وقتی این سخنها میان اصحاب رد و بدل شد، این آیه نازل شد و دستور داد از فضل خدا درخواست کنید، او توفیق عمل برای شما ارزانی خواهد کرد که خیر شما در آن است. در این آیه به مسئله مهمی روشنی انداخته شده است که برابری همواره عدالت نیست و عدالت غیر از تساوی است. عدالت همه جا ارزش است، ولی برابری گاهی ارزش است و گاهی ظلم. مثلا اگر پزشک به همه مریضها 1 نوع دارو بدهد یا معلم به همه شاگردان 1 نوع بها دهد، برابری هست، اما عدالت نیست. عدالت آن است که به هر کس بر اساس استحقاق و حقش بدهیم، گرچه سبب تفاوت شود، زیرا تفاوت گذاشتن بر اساس لیاقت‌ها و کمالات حق است، اما تبعیض باطل است. تبعیض آن است که بدون دلیل و بر اساس هوای نفس یکی را بر دیگری ترجیح دهیم، ولی تفاوت آن است که بر اساس معیارها یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. بنابراین باید آرزوی عدالت داشت، ولی تمنای یکسان بودن همه چیز و همه کس نابجاست. دقت کنید، اعضای یک بدن و اجزای یک ماشین از نظر جنس و شکل و کارایی با هم متفاوت هستند، اما تفاوت آنها حکیمانه است. اگر خداوند همه را یکسان نیافریده طبق حکمت است. بنابراین در اموری که به دست ما نیست، مثل جنسیت، زیبایی، استعداد، بیان، هوش، عمر، باید به تقسیم و تقدیر الهی راضی بود.
ما که خدا را عادل و حکیم می‌دانیم، اگر در جایی هم دلیل و حکمت چیزی را نفهمیدیم، هرگز نباید قضاوت شتاب زده و جاهلانه همراه با بدگمانی یا انتظار نابجا به خداوند حکیم داشته باشیم و زینهار بر دارندگان این نعمتها حسد ورزیم، چرا که با فزونی هر نعمتی مسئولیت بیشتر می شود و با آمدن هر نعمتی غمی از دست دادنش همراه است. در موارد اختیاری باید با کوشش و تلاش و پرهیز از کسالت و تنبلی در رقابت سالم به قوت و پیشرفت و استقلال باید برسیم و اجازه استثمار و استعمار به دیگران نباید بدهیم. اما در مواردی که به دست ما نیست و از اختیار ما خارج است، باید تفاوت‌ها را دلیل رشد و آزمایش، تحرک، همیاری و پیوستگی جامعه بدانیم، زیرا که اگر همه مردم دارای امکانات یکسان باشند، صفات انسانی همچون سخاوت، شجاعت و از خودگذشتگی در انسان رشد نمی کند. انسان در لابلای فراز و نشیب‌ها خود را نشان می دهد، حرکت می کند و با دیگران به خاطر نیازش پیوند می خورد. بنابراین از فضل و کرم خدا درخواست کنیم که خدا به هر چیزی داناست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.